بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. عبس و تولی ان جاءه الاعمی. پیغمبر چهره در هم کشید و روی گردانید از اینکه نابینایی به نزد او آمد. و ما یدریک لعله یزکی او یذکر فتنفعه الذکری. تو چه میدانی؟ شاید او تقوا پیشه کند یا پند گیرد و این پند به حال او مفید باشد. اما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. اما آن کس که خود را توانگر می بیند تو به او روی می آوری و با آن که اگر پاک نگردد بر تو مسئولیتی نیست. و اما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. اما کسی که به سوی تو شتابان می آید و از خدا می ترسد پس تو از وی غفلت می کنی. هرگز چنین نیست که آنها می پندارند. این قرآن برای همه تذکر و یادآوری است و هر کس بخواهد از آن پند می گیرد. فی صحف مکرمه مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة کرام بررة. در صحیفه های با ارزش والا قدر و پاکیزه‌ای قرار دارد. به دست های نویسندگانی است بزرگ، والا مقام، فرمانبردار و نیکوکار. قتل الانسان ما اکفره. مرگ بر این انسان که چقدر ناسپاس است. من ای شیء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. خداوند او را از چه چیزی آفریده است؟ او را از نطفه ناچیز آفرید و به اندازه متناسب مشخص کرد. سپس راه سعادت را برای او آسان کرد. بعد او را میراند و در قبر نهاد. پس هرگاه بخواهد او را زنده می کند. کلا لما یقض ما امره. هرگز چنین نیست. او آنچه را که خدا فرمان داده اطاعت نکرده است. فلینظر الانسان الی طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. انسان باید به غذای خویش و آفرینش آن بنگرد. ما آب فراوان از آسمان فرو ریختیم. سپس زمین را از هم شکافتیم و در آن دانه‌های فراوانی رویانیدیم. انگور، سبزیجات، زیتون، خرما و باغ‌های پردرخت میوه‌ها و چراگاه‌ها تا وسیله برای بهره‌گیری شما و چهار پایانتان باشد. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. هنگامی که قیامت با آواز گوشخراش خود بیاید، در آن روز انسان از برادر خود می گریزد و از مادر و پدرش و همسر و فرزندانش.
لكل امرئ منهم يومئذ شأن یغنیه. آن روز هر کدام از آنها وضعیتی دارند که او را کاملاً به خود مشغول می سازد. وجوه یومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه یومئذ علیها غبرة ترهقها قترة اولئک هم الكفرة الفجرة. در آن روز چهره‌هایی از شادمان، نورانی، خندان و مسرور، و در آن روز چهره‌هایی از غبارآلود که دود و تاریکی آنها را پوشانیده. آنان همان کافران بدکارند.